اما قماربازا کسایی که امروز قمار به طریق آنلاینی جامعه دیگر پوشاندن، ویرا کنکورس نام کردن، ویرا رازگرش نام کردن، میرن یک ماشینی پوسیدگی را از دست یک نفری که به سودا نمیرن میگیرن، او را یک کرسکش میکنن، چارجش او را میفروشن. قسم به الله واضح براتون میگم هر چیزی که دارن از حساب قمار به دست آمده است حرام است. خانه ای را که از حساب قمار خریدن او حرام است. ماشینای قیمتی را که از حساب قمار خریدن حرام است. لباس هایی که در بدن دارن از حساب قمار خریدن حرام است. تلفن هاشون، هر چیزی که دارن، نانی که در خانه شون میخورن این حرام است. خیرات صدقاتی که میکنن قبول نیست. روپوش نکنن، بهانه نکنن، نگن ما مردم عمره روان میکنیم، مردم حج روان میکنیم، ما خیر میکنیم، صدقه میکنیم. ان الله طیب لا یقبل الا طیبه. الله پاک است، قبول نمیکنه مگر پاکه. فایده نداره. اگر همون مردم نان بتی الله قبولش نمیکنه. الله پاکه، الله پاکه و پاک قبول میکنه. ما گناه نمیکنیم تا اینکه ثواب کنیم. ما دزدی نمیکنیم تا اینکه خیر کنیم. ما راهزنی نمیکنیم تا اینکه خیر کنیم. اینچنین قمار بازی نمیکنیم. اینچنین حرام در دست نمیزنیم بعد از کاری ثواب انجام بدیم. این حله و این مکرتانه، این روپوش هایی که میکنین، مردم تشویق ترغیب میکنین. من فقیرا را یاردم میکنم، کارهای خیر میکنم، من مردم عمره روان میکنم، حج روان میکنم. لازم نیست همون کاری خیرات. تو ضررت از فایدت زیادتره. تو جامعه را خراب میکنی. متاسفانه امروز بعضی نوارهاش هم میبینم همون قماربازا را وقتی صحبت میکنه با آنلاینی پیامای افیر موندگی صحبت کردیسه و یه طرف میگه که حاضر قرآن خونده استبدم، قرآن خونده استبدم، الله همه عبادتای ما را قبول کرد که این من ماشین بریدم. یعنی قرآن خونده استبده به سبب اینکه او قرآن خوان بوده است یعنی ماشین بریده است. یک نفر دیگر شدیدم میاد ماشین میگیره با دعا میته همورا یا الله در کسب کارت برکت بده. یک نفر دیگه از روسیه قمار برده است، یعنی ماشین بریده است، پدرش میاد ماشین میگیره، مادرش با کدامش یک گوسفند میاره به همون قمار بازه. در کسب کارتون الله برکت بده، خیر برکت بینید. در چی؟ در کاری که الله حرامش کرده است، در کاری که پیامبر او را حرامش کرده است، در همین برکتش بده. خدا میزند. من سخت میگم، بگذار سخت بگم، بعضی ها را سخت نگی اینا بهش نمیآیند. خدا میزند، در خانت برکت نمیمونه. یک ماشینی پوسیدگی را حساب قمار میبری، الله میزند، پولی 5 تا ماشین صرف میکنی، خرج میکنی. بله اینا میگن رفتنی برکت. بله خدا میزند، یک اوری میکنی، یک پرابلم بالای سرت میآیه، پولی 5 تا ایجگش صرف میکنی. خدا کی زدن ایخه میزنه با الله